سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید ویدیو دیگه. آقا امروز اومدیم تا با هم دیگه عجیب ترین خانواده‌های دنیا رو ببینیم، از ازدواج پدر با دختر گرفته تا هرکس سلام. از شماره 9 شروع میکنیم. خانواده دیویز. دخترش جنی فقط 1 سال داشت خانوادهش رو رها کرد و بعد از 30 سال دوباره پیش دخترش اومد و دوباره خانواده تشکیل داد. اما اشکال کار اینجا بود که در این خانواده پدر و دختر زوج این خانواده بودن و با هم رابطه نامشروع داشتن. اگه یارو فکر کن دخترش 30 سال ول کرده باز برگشته و این قبلا ازدواج کرده بود و 2 تا بچه داشتن، اما این زوج بچه خودشون رو هم به دنیا آوردن و این زوج بعد از مدت کوتاهی از ملاقاتشون صاحب 2 تا بچه شدن. بعد از 8 سال رابطه اونا قانون به مسئله اونا ورود کرد و این زوج رو از داشت با هم دیگه منع کرد. اما خب اونا به کارشون ادامه دادن تا اینکه در سال 2009 با هم دیگه بریک اپ کردن. یکی از بچه‌ها اونا به خاطر عفونت در قلبش از بین رفت، دیگری یک دختر سالم بود و همراه با مادر کردن. چه رابطه کسی بوده که قلب بچه عفونت کرده قبل از به دنیا اومد؟ چه ربطی داره که هر دوشون یکی‌اند زندگی میکنه. شماره 8 خانواده داگرز. این خانواده 19 تا بچه داره و امکان زیاد شدنش هم خیلی زیاده. جیم و میچل در سال 1980 خانواده داگرز شو هم داشت فکر کنم، من تو یوتیوب دیده بودم. به یه ورم 4 با هم ازدواج کردن و تصمیم گرفتن تا وضع اقتصادیشون خوب نشده بچه دار نشن و بعد از گذشت 4 سال زمان رسید و اونها اقدام کردن. اما خب اثرات داروی ضد بارداری که میچل قبلا استفاده میکرد باعث شد بچهشون سقط بشه. بعد از این قضیه اونا خیلی دلشکسته بودن و دعا کردن که خدا هر چقدر بچه‌ای که تواناییش رو دارن به اونا بده و بعد هم خدا دعاشون رو مستجاب کرد و صاحب 19 تا بچه شدن و اسم تمام اونها هم با جی شروع میشه. این خانواده انقدر مشهور شد که بعداً شوی تلویزیونی خودشون رو هم برپا کردن. اما خب چند سال بعد پسر بزرگتر با آزار جنسی 5 دختر از جمله خواهران خودش کرد و این شو کنسل شد. اگه خیلی تعجب کردین و با خودتون میگین 19 تا بچه، باید بدونین که خانواده هم هست که از اونها بالاتره. خانواده چانا در هند. پدر این خانواده زارانا چانا هست و این مدسی همسر 94 بچه و 33 تا نوه داره. 94 تا بچه داره یارو. داداش کوره بودی؟ تپ تپ تاپ دو دغ دغ دو دو. شماره 7 چنگ و انگ. این دو قلوهای به هم چسبیده چنگ و انگ در سال 1811 در روستایی در تایلند به دنیا اومدن. در ابتدا امیدی به زنده موندن اونا نبود، اما خب در آخر اونا پولدار شدن و ازدواج کردن. پولدار شدنشون به خاطر این بود که تورهای زیادی رو در سیرک‌ها در آمریکا برگزار می‌کردن و زن گرفتنشون هم به خاطر پولدار شدنشون بود. و بعد از اون تو وقتی که پول نداشته باشی برادر من خودمونیم، سگم به آدم پا نمیده. این دو قلوهای به هم چسبیده با 2 خواهر دو قلو ازدواج کردن و همه در یک تخت بسیار بسیار بزرگ با هم میخوابیدن و سرجم 21 بچه داشتن. پشمام واجی بکن بشینی بغلت داداشت. در نهایت در ژانویه سال 1874 چنگ بر اثر مریضی مرد و انگ هم 1.5 ساعت بعدش از دنیا رفت. بعضی ها میگن ممکنه مردن او به خاطر ترس از چسبیدن به بدن یک مرده باشه. شماره 6 خانواده جان جو گری. وقتی جان جو خبردار شد که پلیس شهرش حکم جلب او رو به خاطر ضرب و شتم یک کارمند دولت و گرفتن اسلحه یک پلیس در اختیار داره، به همراه خانواده‌اش به مزرعه خودش داخل جنگل در تگزاس آمریکا عقب نشینی میکنه و برای مدت 15 سال همونجا میمونه و بیرون نمیاد. این خانواده در اونجا زندگی محلی خودشون رو شروع میکنن و اونها برای تهیه مایع احتاج یا شکار میکردن یا کشاورزی و یا باغداری. اگرچه جانجو بعد از مدتی دیگه تحت تعقیب نبود، اما از بیرون رفتن از مزرعه خودداری میکرد و اصلا رابطه خوبی با دولت آمریکا نداشت. وقتی او دستگیر شد، پلیس ها نقشه کاغذی رو در ماشین اون پیدا کرده بودن که طی اون میخواست یک بزرگراه هوایی رو منفجر کنه و الان هم به خاطر ندادن بیشتر از 15 سال مالیات در زندانه. زندان عوض بالاخره رفت زندان. یعنی هر کاری هم میکرد کرد و نکرد بالاخره رفت زندان. بس خلاف نکنید تو زندگیتون دوستان. دیدی چه کسچری گفت؟ جیم دو قلو. خیلی معمولیه که شباهت هایی بین دو قلوها وجود داشته باشه، اما خب شباهت
این دو به یکدیگه به حد زیادی غیر قابل باوره. اونها توسط خانواده‌های مختلف در کودکی به فرزند خوندگی گرفته شدن و بعد از 39 سال دوباره با همدیگه ملاقات کردن و بعد از ملاقات متوجه شباهت عجیب و غریب خودشون به همدیگه شدن. این شباهت‌های عجیب و غریب از این قرار بود: هر دوی اونها توسط خانواده‌های جدیدشون جیمز نام گذاشته شدن و هر دو سگی به نام توی داشتن. هر دو به نجاری و ریاضی علاقه داشتن. هر دو با دختری که اسمش لیندا بود عروسی کردن و هر دو هم طلاق گرفتن. دوباره هر دو اسم زن دوم هر دوی اونها هم بتی بود و اسم پسر هر دوشون جیمز آلن بود. یعنی قشنگ یه روحی که دو نصف شده بوده. و حتی ماشین هر دوشون که برای رانندگی انتخاب کرده بودن هم شورلت بود و هر دوی اونها هم سیگاری بودن. اتفاق افتادن این حد از تشابه با همدیگه بسیار دیوانه‌واره، چون این دو حتی از وجود همدیگه هم خبر نداشتن و این باعث شده که داستان اونا تبدیل به یه داستان عالی برای فیلم و کتاب بشه. البته بعد از اینکه دو برادر همدیگه رو دیدن، یکی از برادرها از زنش بتی طلاق گرفت و با زنی به اسم سوزان ازدواج کرد، اما خب برای برادر دیگر هنوز سوزانی در کار نیست. شماره 4: مونیکا مارس. مونیکا مارس پسر خودش کیلب پترسون رو در کودکیش به خانواده دیگه‌ای میده و اون رو رها میکنه، تا اینکه چند سال بعد کیلب 19 ساله از طریق فیسبوک مادرش رو پیدا میکنه و اونا همدیگر رو ملاقات میکنن. اما رابطه اونا از رابطه عادی مادر و فرزندی فراتر میره و مونیکا علاقش به کیلب رو به او اعتراف میکنه و در کمال تعجب کیلب هم قبول میکنه و هر دو وارد رابطه میشن. مونیکا حتی قید 8 بچه دیگه رو که داشت زد تا با پسر 19 ساله خودش رابطه داشته باشه و بعد پلیس ایالت نیو مکزیکو در مسئله اونها ورود کرد و امکان زندان برای هر دوی اونها وجود داره. اما این زوج میگن حاضرن به خاطر علاقهشون به همدیگه به زندان هم جک یوفی و اسکار استور. جک یوفی و اسکار استور دو قلوهایی هستند که از بدر تولد از یکدیگر جدا شدن و داستان باور نکردنی رو رقم زدن. یکی از اونها یهودی شد و به ارتش یهودی‌ها پیوست، اما دیگری کاتولیک شد و به جنبش نازی‌ها پیوست. با اینکه هر دو در جاهای بزرگ شدن و اعتقادات مختلفی داشتن، اما این دو قلوها شباهت‌های زیادی به همدیگه هم داشتن. هر دوی اونها کتاب را از آخر به اول می‌خوندن، بلند عطسه می‌کردن و دور مچشون کش مینداختن و هر دو عاشق غذاهای تند و کره بودن. شرایط خاص اونها را به یک مورد مطالعه عالی تبدیل کرده بود. طبیعت به اونها شباهت‌های زیادی داد، اما محیط اونها رو از لحاظ مذهبی، سیاسی و فکری از همدیگه جدا کرده بود. اونها بعد از بودن فقط 6 روز کنار همدیگه نخواستن دیگه همدیگه رو ببینن تا اینکه در یک آزمایش مطالعاتی شرکت کردند. شماره 2: پیرل کارت. ببین چقدر این روز مغز تاثیر میذاره که فکر کنم مثلا بعد 20 سال داداششو دیده، داداش دو قلوشو و بعد از 6 روز دیگه کلا رابطه‌شو باهاش قطع کرده. نوه‌اش فیل بیلی. وقتی مادر فیل از دنیا میره، فیل تصمیم میگیره مادر بزرگ خودش رو پیدا کنه و موفق هم میشه و پیل کارتر رو پیدا میکنه و چون پیل هیچ وقت دختر خودش رو ندیده بود، از دیدن نوه‌اش بسیار خوشحال میشه. بعد از مدتی با هم بودن احساس اونها به همدیگه قوی‌تر میشه و رابطه اونها از رابطه مادر بزرگ و نوه‌ای فراتر میره و اونها با همدیگه وارد یک رابطه رسمی میشن.